سال 1361 خورشیدی است. در هنگام عملیات خاک برداری برای ساخت سد مارون، آرامگاهی از دل خاک آشکار شد. آرامگاهی که باستانشناسان را به شگفتی واداشت. این آرامگاه متعلق به کیدین هوتران، یکی از شاهزادگان ایلام نو در 2700 سال پیش، یعنی حدود قرن هفتم پیش از میلاد بود. پیکر او درون تابوتی برنزی قرار داشت، همراه با مجموعه‌ای از گوراوندهای اسرارآمیز. حلقه زرینی که نام او را در خود داشت، خنجری با تزئینات طلا و عقیق و یافته‌های دیگر. در میان این یافته‌ها بیگمان چشمگیرترین اثر جام زندگی یا جام مفرقی ارجان است. اثری بی همتا از هنر و اندیشه ایلامی که نه تنها یک شیء تزئینی بلکه سندی تصویری از باورها، آیین‌ها و جشن‌ها در این تمدن است. این جام از مفرق ساخته شده. قطر دهانه آن حدود 43 سانتی متر و ارتفاعش 9 سانتی متر است. اما آنچه آن را یگانه می سازد نقوش پیچیده است که تمام سطح آن را پوشاندند. نقوش جام ارجان در 5 حلقه مجزا ساخته شده و این حلقه ها با نقوش گیسباف از هم جدا شدند. در بیرونی ترین حلقه شکوه پادشاه ایلامی به تصویر کشیده شده است. شاه بر تخت نشسته، جامی در دست، ملازمان در حال پذیرایی. و در سوی دیگر مراسم بازگشت از شکار. شاه سوار بر عرابه، ملازمان در کنار او حیوانات شکار شده را حمل می کنند. یک حلقه پایین‌تر روایت زندگی روزمره نقش بسته است. ماهیگیری، برداشت خرما، پایکوبی. اما در سوی دیگر شکوه نظامی ایلامی آشکار می شود. عرابه های جنگی، سربازانی که آماده نبردند و شاهی که فرمان می راند. اما در این ردیف پادشاه ایلامی خراجگزاران را به حضور پذیرفته است. حیوانات نادر، اشیای گرانبها و محصولات سرزمین‌های دوردست به او تقدیم می شود. این صحنه نشان از مرکزیت قدرت و جایگاه شاه در نظام سیاسی دارد. دو مرد پای یکدیگر را